دوستای عزیزم، خیلی دلم برای شما تنگ شده به این غذاهای جدید. من هم دوست دارم، آشنایی هم که دارم. خب این عسل، میخوام با عسل شروع کنم این دفعه که دوست دارم شما هم ببین. عسل هم چیزی مشکلی هم نداره حقیقتش. عسل استفاده کردیم. یه هم ماست، یه هم ماست بفرمایین. آها داشته باشین. خب یه هم سس مایونزه. ببین درستی. یه هم سالات من تزیینش میکنم براتونم. تزیین حالشه ببرید، حال ببرید. خب یه هم ترنج. آها عشق همیشگیمه، پیپسیه. خب یه لقمه افتخاری هم براتون بزنم که حالش رو ببرید. داشته باشین. بسم الله. بابا